پسرم. بله بابا. بابا از اون روزی که اون ویدیوی اخراجم از مجلس رو آپلود کردی چقدر میگذره؟ من چند وقت مجلس نرفتم. الان فکر کنم یه 2 هفته باشه که از مجلس اخراج شدیم. اخراج نه، خودم اومدم بیرون. حالا به هر حال بیرون اومدی. پاشو برای من یه کاری پیدا کن، سایتی مایتی چیزی میزی. خسته شدم 2 هفته دست نشستم توی این خونه. نه باید برین کاریابی چیزی، من بلد نیستم واقعا. نه خیر وظیفته، زود باش. این چیه؟ چرا عکس این خانم روشه؟ اون کرم ضد آفتابه. باریکلا، نه با حیایی. باریکلا. این چیه؟ جادوگر شدی برای من؟ ابزار جادوگری میارید خونه؟ خاک بر سر. نه ابزار جادویی نیستیم، برای چیزه از این فرفر بازی ها سره. آها خوبه. بازی حرامی میکنی برای من ها؟ یه جوری میزنمت که با برفای ساده دیگه بیای پایین به سر یه پر روی حرام باز. نه اون دست کلید بازی حرامی و بد نیست. سر کلیدیه. خوب. بچه کوچولو نقاشی میکشی؟ نقاشی میکشی برای من؟ بابا من چند ساله که دارم نقاشی میکشم، طراحی میکنم دیگه. مشکلش چیه؟ نه خیر، اینا رو میندازی میره، فهمیدی؟ چشم، من اینا رو میندازم دور، آتیش میزنم این مداد رنگی ها رو. بابا یه دقیقه میای. چیه بابا؟ براتون شغل پیدا کردم، یه لیستی پیدا کردم که از شهرتون راحت شد. یعنی این که بریم سر کار پول در بیاریم، برام خسته شدیم. برام شغل پیدا کردی؟ مرسی عزیزم. خب بگو ببینم شغلا رو. یه لیستی که دست آوردم: نجاری، بنایی، راننده اسنپ، تعمیرات لباسشویی، تعمیرات موتور کولر و از اینجور قبایل دست کار یدی. آخه منی که کل عمرم تو دولت بودم و مجلس برام نجار بشم، بنا بشم، چی کاره بشم؟ یه کار دولتی در شأن من. خب یه سری شغل دیگه هم دارم، نقاشی و بازیگری دوست داری؟ چه بازیگری؟ هم چنده خودم هست، هم یه فیلمی هست که در مورد فقیر و فقراست، میگم برای نقش پدر فقیر. نقش کم دارم، میتونی بریم اونجا بازی کنی. خاک دوست داره. وایسا ببینم. من خواستم شغل پیدا کنم.